بچه ها گرانوسیت ها به 3 تا دسته تقسیم میشن، شامل بازوفیل ها، زینوفیل ها و نوتروفیل ها. خب گرانوسیت ها بچه ها ویژگی‌هاشون چی هستن؟ دارای یک هسته چند قسمتی هستند، دارای سیتوپلاسم دانه‌دار هستند، همگی منشأشون بچه ها میلویدیه. از کجا؟ از مغز استخوان. تأکید میکنم که بچه ها همگیشون، همشون. خب مخصوص دفاع غیر اختصاصی در همه جانوران می باشند بچه ها، همه جانوران. خب بچه ها نوتروفیل ها چی هستن؟ نوتروفیل ها از انواع گویچه های سفید دانه‌دار هستن. شکل رو نگاه کنیم، این دونا رو میبینیم، اینا همین دونایی هستن که در سیتوپلاسم نوتروفیل ها مشاهده میشه. خب مواد دفاعی اندکی دارند، چون ویزیکول های آنها حاوی مواد دفاعی اندک و کمرنگ می باشد. از گوچه های سفید دارای هسته چند قسمتی هستن. بچه ها ببینین هستهشون چند قسمتیه ها، نمیگم ما چند هسته، میگم چند قسمتیه. خب توانایی‌هاشون رو اگه برای شما بخوام نام ببرم بچه ها، فاگوسیتوز یا همون بیگانه‌خواری، تشکیل پاهای کاذب و حرکات آمیبی شکل. بچه ها در سد دوم دفاعی نقش دارند، به عبارت بهتر در دفاع غیر اختصاصی عمل می کنند. بچه نیروهای واکنش سریع هستند در مقابل عوامل بیماریزا. خب اگه علتشون رو بخوام برای شما بگم، علتش اینه که بچه چون هسته چند قسمتی دارن و میان یاخته یا سیتوپلاسمشون با دانه های روشن ریز و به مقدار کم هستش، این باعث میشه که نیروهای واکنش سریع محسوب بشن. خب بچه ها شکل رو نگاه کنید، ببینید اینجا داره عمل فاگوسیتوز یا بیگانه‌خواری انجام میده. ببینین اینا پاهای کاذبش هستش که میاد، حالا این یه دونه فرض کنیم یه موجودی که میخواد اینو بخوره، میاد اینو احاطه میکنه، پاهای کاذب تشکیل میده و بعدش به هر حال هضمش میکنه و ازش تغذیه میکنه. خب صفحه 35 در مورد بازوفیل ها. بچه ها بازوفیل ها از انواع گوچه های سفید دانه‌دار هستش. ببینید اینم دانه داره، هسته دو قسمتی روی هم افتاده دارند، یعنی از گوچه های سفید چند قسمتی هستش. دانه های موجود در میان یاخته این نوع از گوچه های سفید بچه ها تیره رنگ هستند، برخلاف نوتروفیل ها که روشن بودن. خب در طی حساسیت ها بر تعدادشون افزوده میشه. وقتی که حساسیتی رخ میده تعداد بازوفیل ها زیاد میشه. در طی حساسیت ها بازوفیل ها در خون و اگر هم یادتون باشه ماستوسیت ها در بافت هیستامین ترشح میکنه. این هیستامین ترشحی سبب
گشادی عروق خونی، افزایش جریان خون، همچنین افزایش نفوذپذیری رگ‌ها می شود که بچه این پدیده به سبب افزایش تعداد گوچه‌های سفید در محل ترشح هیستامین به تراگذاری یا همون دیاپزز و مبارزه با میکروب‌ها کمک می‌کنند. خب شکل هم که مشاهده می‌کنید دیگه بچه، ببینید یه دونه بازوفیل حالا توی حساسیت اومده اینجا هیستامین ترشح کرده که این هیستامین باعث گشادی رگ‌ها، افزایش نفوذپذیری موی رگ‌ها خواهد شد. خب بریم صفحه 36. اوزینوفیل ها. اوزینوفیل ها از انواع گوچه‌های سفید دانه‌دار هستند. شکل هم نگاه کنید، دوناش رو مشاهده می‌کنید. دانه های میان یافته این نوع از گوچه‌های سفید روشن و درشت هستند. از نظر رنگ شبیه نوتروفیل ها هستند، روشنند، اما از نظر اندازه مشابه نوتروفیل نیستند. بچه ها هستشون دو قسمتیه، دنبلی شکل. پس از گوچه های سفید با هسته‌ای چند قسمتی هستش. فاقد قدرت بیگانه خواریان، یعنی نمیتونن فاگوسیتوز انجام بدن. در عفونت‌های انگلی مقدارشون افزایش پیدا میکنه و در اطراف لاروا و انگل‌ها قرار میگیرن. بچه‌ها شکل هم نگاه کنید، ببینید یه دونه لارو انگله، ببینید اوزینوفیل ها اومدن اطراف اینو احاطه کردن. محتویات دانه خودشون رو روی انگل های بزرگ مثل کرم ها میریزن. اوزینوفیل ها محتویات دانه خودشون رو با اگزوسیتوز خارج، بچه اگزوسیتوز اگه یادتون باشه ATP مصرف میکنه و از اون جایی هم که نسبت سطح به حجمش هم، یعنی اینجوری بگم نسبت مساحتش هم زیاد میشه. چرا؟ چون این ویزیکولی که از داخل سلول میاد به سطح که آزاد کنه، این به سطح که رسید به سطح به غشای سلول میچسبه و باعث افزایش غشای سلول میشه. خب بچه ها اوزینوفیل ها محتویات دانه خودشون رو با اگزوسیتوز خارج میکنن و بر روی عامل خارجی میریزن. پس برای این عمل مصرف ATP لازم هستش. این فصل خیلی خوب یاد بگیریم بچه ها. توی کنکور سراسری حدوداً یه 3 تایی 2 تایی از این فصل برای شما تست مطرح خواهد شد.